به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه کسب و کار، موفقیت و بازاریابی های شبکه‌ای شروع می‌کنیم. اسم این کتاب جادوی کار پاره وقت هستش، نوشته جیم ران و مترجمان توحید فریدونی و امیررضا هاشمی هستند. چاپ 36 این کتاب در اختیار من هستش که ویراست جدید نسخه کامل این کتابه. توسط نشر ذهن‌آویز در تهران در سال 1398 چاپ شده. قبل از اینکه کتاب رو شروع کنم، نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و میریم که کتاب جدید رو کشف کنیم. من برای شما زندگی پر از ثروت، سلامتی و شادی آرزو می‌کنم. زندگی که مملو از صبر، خرد و دانش است و در آن از تأثیر ایمان برای دستیابی به آنچه در رویا دارید غافل نمی‌شوید. جیم ران. شاید جیم ران را بتوان استثنایی ترین شخصیت معاصر در آموزش رشد شخصی و موفقیت به حساب آورد، تا جایی که افراد بزرگی همچون برایان تریسی، دنیس ویسلی، آنتونی رابینز، درن هاردی، اریک ووری، لس بران، کریس وایندر، مارک ویکتور هانسن، جان مکسول، کانی پادستا، تام هاپکینز و هاروی مکی از او با عنوان استاد استادان یاد می‌کنند و خرد و آموزه‌های او را مبنا و خمیرمایه اصلی درس‌های خود قرار می‌دهند. جیم ران یکی از بهترین سخنرانان است و سلیس‌ترین و روان‌ترین بیان را دارد. او از معدود استادانی است که آموزه‌هایش را خود به تمامی زندگی کرده است. خب با من همراه باشید که این کتاب رو شروع کنیم. قبل از شروع این کتاب در اولین صفحه توضیح کوتاهی در مورد کاغذهایی که در این کتاب استفاده شده آوردن. کاغذ یالک یا بالک استفاده شده در این کتاب دارای نشان استاندارد محیط زیست بین‌المللی FSC می باشد و نسبت به کاغذهای معمولی سبکتر اما ضخیم‌تر است و دارای رنگ مناسب برای مطالعه می باشد. در فرایند تولید این کاغذ برای سفید شدن از مواد شیمیایی استفاده نگردیده و به همین علت دوباره به چرخه طبیعت باز می گردد و محیط زیست را آلوده نمی کند. سلام خواننده گرامی. کتابی که در دست دارید نوشته پدر بزرگ نتورک جهان جیم ران است. ما هم به نوبه خود تلاش کردیم تا این کتاب با بهترین کیفیت چاپ و نشر و دقت و امانتداری در ترجمه به شما ارائه گردد. بی تردید دستیابی به فروش بیش از 100,000 نسخه بدون همراهی شما عزیزان امکان پذیر نبود. متاسفانه این روزها شاهد پدیده کپی برداری، دستکاری این ترجمه و ارائه نسخه مشابه با آن و قاچاق کتاب، چاپ غیرقانونی نسخه اصلی با کیفیت نامناسب هستیم. بدین سبب از همه شما عزیزان تقاضا داریم تا اصل این کتاب را از مراکز معتبر و با هولوگرام نشر ذهن‌آویز تهیه فرمایید. بازاریابی شبکه‌ای موج بزرگ آینده است. جیم ران. جادوی کار پاره وقت. ویراست دوم، نسخه کامل با مصاحبه جدید. رشد و موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای. خب این کتاب شامل 12 بخش هستش. پیشگفتار مترجمان درباره جیم ران و در انتها پیوست گفتگو با جیم ران هست. ابتدا پیشگفتار مترجمان رو میخونم، بعد درباره جیم ران چند صفحه هستش و در انتها پیوست گفتگو با جیم ران هستش که برای شما میخونم. اگر فرصت شد از فصل اول شروع میکنیم این کتاب رو. بهای کتاب اهمیتی ندارد. بهایی که در صورت نخواندن کتاب پرداخت‌هایی کرد اهمیت دارد. جیم ران. پیشگفتار مترجمان. تقریباً پس از 10 سال و فروش بیش از 100,000 نسخه از کتاب جادوی کار پاره وقت تصمیم گرفتیم که
نسخه کامل و بازبینی شده ترجمه سخنرانی جیم ران را در قالب ویراست دوم کتاب جادوی کار پاره وقت منتشر کنید. کتابی که همواره با استقبال فراوان روبرو بوده و یکی از پرفروشترین کتاب‌های طرح عیدانه سال 1395 خانه کتاب بوده است. در ترجمه پیشین بنا به مقتضیات زمان برخی از مطالب حذف شده بود که در ویراست حاضر در کتاب گنجانده شده است. در ویراست پیشین کتاب 2 مصاحبه با جیم ران را آورده بودیم که هر کدام درباره موضوعی خاص و نسبتاً کوتاه و موجز بود. در ویرایش کنونی کتاب آن 2 مصاحبه حذف شدند و به جای آنها مصاحبه‌ای مفصل ترجمه و گنجانده شده است که فصلی از کتاب گفتگو با میلیونرهاست و حاوی حرف‌های تازه‌ای از جیم ران میباشد. در طول این سالیان همواره در حال دریافت بازخوردهای مختلف از سوی خوانندگان بوده‌ام که در ویراست دوم اغلب آنها را مورد توجه قرار داده‌ایم. یکی از مباحث مهم این کتاب بازاریابی شبکه‌ای است که جیم ران از آن به عنوان جادوی کار پاره وقت یاد می‌کند. خوشبختانه در طول این سالها صنعت بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی در کشور ما توسط نهادها و ارگان‌های مسئول پالایش شده است و قوانین نظارتی برای ایجاد کسب و کار درست و قانونی تصویب شد و به اجرا درآمد. البته این بدان معنا نیست که سودجویان و سوداگران این عرصه دیگر وجود نخواهند داشت، ولی با آگاه‌تر شدن مردم و فراهم شدن بستر قانونی میتوان گفت که این صنعت در مسیر درست و مناسب خود قرار گرفته است. جیم ران را میتوان پدر بزرگ نتورک در جهان نامید. او به عنوان یکی از کهنه‌کارترین نتورکرهای زمانه ما شناخته می شود و با سخنان بسیار ساده و کاربردیش تأثیر شگرفی بر بسیاری از نتورکرهای معروف دنیا داشته است، تا جایی که اریک بوری از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مربیان این صنعت یاد می کند و به خاطر نشان می کند که هزاران ساعت را صرف خواندن کتاب‌ها و گوش دادن به کتاب‌های صوتی او کرده است. امیدواریم کتاب حاضر برای همه دستاندرکاران فروش و بازاریابان شبکه‌ای، علاقه‌مندان به کار پاره وقت و تمامی خوانندگان مفید واقع شود. اگر تمایل دارید تا با آموزه‌های جیم ران در زمینه کسب و کار و رشد شخصی بیشتر آشنا شوید، می توانید به آدرس‌های زیر در فضای مجازی مراجعه کنید. @Jim_Ran_Iron. در پایان لازم است از زحمات دوست و همکار عزیزمان آقای رامین درگاهی تشکر نماییم که در به ثمر رسیدن بخش‌های مختلفی از ویراست پیشین کتاب نقش بسیار مؤثری داشتند. توحید فریدونی و امیررضا هاشمی، تهران، پاییز 1395. اما درباره جیم ران، شاید به قول خود جیم ران او فقط بچه کشاورزی اهل آیداهو بوده است، اما او توانست در طول نزدیک به 5 دهه انسان‌های بسیاری را با فلسفه‌ها و درس‌های متنوع خود تحت تأثیر قرار دهد. او با سخنرانی‌ها، گزینگویی‌ها، سمینارها و محصولات رسانه‌ای متفاوت تأثیر عمیقی بر زندگی بسیاری از افراد از جمله مترجمان این کتاب گذاشته است. زندگی نامه امانوئل جیمز ران یا به اختصار جیم ران در تاریخ 26 شهریور 1309 در شهر یاکیما، ایالت واشنگتن به دنیا آمد. وی تنها فرزند امانوئل و کلارا بود. دوران کودکیش در مزرعه خانوادگی در کالول آیداهو سپری شد. او پس از به پایان رساندن دبیرستان 1 سال هم به کالج براون واقع در ایالت مینوسوتا رفت ولی در نهایت از ادامه تحصیل انصراف داد. او چند سال بعد در این باره در سخنرانی‌هایش عنوان می‌کرد که 1 سال به کالج رفتم و فکر می‌کردم که علامه 10 شدم.
سپس به این نتیجه رسید که بهتر است به جای ادامه تحصیل شغلی برای امرار معاش پیدا کند. تا چندین سال پس از انصراف از تحصیل انباردار شرکت سیرز بود و هدف مشخصی را در کار دنبال نمی‌کرد. جیم در 25 سالگی فهمید که هیچ وقت چنین زندگی را نمی‌خواسته است. در آن سالها جیمران مقروض و بی‌پول بود. در همین موقع بود که جیمران ازدواج کرد و بچه دار شد و به سختی کار می‌کرد ولی با دشواری گذران زندگی می‌کرد. او غمگین و ناامید بود چون حس می‌کرد که نمی‌تواند قول و قرارهایی را که برای زندگی بهتر با خود و خانواده‌اش گذاشته است محقق سازد. همینجا بود که یکی از دوستان جیمران او را برای گوش دادن به سخنرانی شخص کارآفرین به نام جان ارلشوف دعوت کرد. جان ارلشوف سخنرانی انگیزشی و فروشنده چیره دست بود، به طوری که جیمران آنن از او الهام گرفت و خواست تا شبیه او باشد. از آن پس به مدت 5 سال شوف ران را آموزش داد تا برخی از فلسفه‌های ساده ولی در عین حال مهم و کلیدی را در زندگی خود به کار بندد و به دیگران نیز یاد دهد تا برای آنها هم مفید واقع شوند. از فرش به عرش. شوف به او یاد داد که سود بردن بهتر از مزد گرفتن است و همین باعث شد که جیم شروع به ساختن کسب و کاری کند تا بتواند جایگزین درآمد اندک او به عنوان کارمند ناخشنود فروشگاه زنجیره‌ای شود. چنین شد که شوف جیمران جوان را برای میلیونر شدن به چالش کشید. تنها 5 سال پس از نخستین دیدارشان شوف در 49 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. ولی تنها 1 سال پس از مرگ شوف جیمران از چالش استادش سربلند بیرون آمد و در 31 سالگی میلیونر شد. از آن پس جیمران مکرراً از آموزه‌ها و فلسفه‌های استاد خود به عنوان عنصر کلیدی در دگرگونی زندگیش نام برده است. میراث جیمران در ابتدای دهه 60 میلادی جیمران فرد ثروتمندی بود و تصمیم گرفت که تا از خانه پدریش در آیداهو به محله ثروتمندنشین بوری هیلز کالیفرنیا نقل مکان کند. در اینجا بود که دوستی از او دعوت کرد تا در یک کلوپ روتاری محلی حضور یابد و داستان زندگی خود را برای دیگران بازگو کند. او این دعوت را پذیرفت و بنا به درخواست در ضیافت‌ها و مناسبت‌های مختلف شروع به سخنرانی نمود و این سرآغاز راهی بود که به میراث جیمران منجر شد. در سال 1963 میلادی در هتل بورلی هیلز جیمران نخستین سمینار عمومی خود را برگزار کرد. پس از این رویداد او سمینارهایی در سراسر امریکا برگزار کرد تا داستان زندگی خیش را بیان کند و درس‌هایی را که در طول زندگی آموخته بود آموزش دهد. در دهه 70 میلادی او سمینارهایی را برای شرکت استاندارد اویل برگزار کرد و نام آن را ماجراهای موفقیت نهاد که شامل سمینار و کارگاه آموزشی بود. چیزی بسیار شبیه به سمینارها و کارگاه‌های امروز آنتونی رابینز. ارین داد کیسی نویسنده مجله ساکسس میگوید جیمران به ما یاد داد که موفق شدن ساده است و موفقیت نتیجه پیروی کردن از اصولی بنیادین است. اصول بنیادینی که اغلب مورد قصت قرار گرفتند، درس‌هایی که او به ما یاد داد از 2000 سال پیش نتیجه بخش بودند و تا 200 سال دیگر هم چنین خواهند بود. جیمران در طول حیات خیش سمینارهای آموزشی بسیاری در اقصانقاط دنیا برگزار کرد و کتاب‌های ماندگاری را به رشته تحریر درآورد. از جمله آثار مکتوب او میتوان به فصل‌های زندگی، فلسفه زندگی موفق، 7 کلید دستیابی به ثروت و شادکامی، 5 قطعه پازل زندگی، 12 ستون موفقیت و کتاب‌های صوتی جادوی کار وقت، چالش موفقیت و هنر زندگی استثنایی اشاره کرد. او همانند استادش ارلشوف انسانی تأثیرگذار و الهام بخش برای دیگران بود
و افراد مشهوری چون آنتونی رابینز، مارک ری هیوز مدیر شرکت هربالایف اینترنشنال از شاگردان او بودند. او همچنین تأثیر عمیقی بر زندگی افراد سرشناسی از جمله برایان تریسی، کریس وایدنر و تی هارور اکر داشته است. این تاثیرگذاری به حدی بوده است که به او لقب استاد استادان داده‌اند. در سال 1985 جیم ران نایل به دریافت جایزه CPAE انجمن سخنرانان ملی به عنوان برترین سخنران شد. او سپس جایزه استاد توفق و تاثیرگذاری را در سال 2004 میلادی دریافت کرد. در مراسم اهدای این جایزه کریس وایدنر نویسنده و سخنران که در مراسم شرکت کرده بود آن لحظه را اینگونه توصیف می‌کند: درست پیش از اینکه مارک جایزه را به جیم بدهد از حضار پرسید چند نفر از شما اذعان می‌کنید که جیم ران نقش مهمی و یا تأثیر مهمی در زندگی شما داشته است؟ من نگاهی به حضار انداختم که حدوداً شامل 2500 سخنران می‌شدند و دیدم که تقریباً 2/3 آنها یعنی 1800 نفر دست خود را بالا بردند. برایان تریسی درباره جیم ران می‌گوید جیم ران انسان برجسته است. وی سلیس‌ترین بیان را دارد و حرفه‌ای‌ترین سخنران امریکاست. حرف‌های او برای هر کسی پیامی دارد که آن فرد باید بشنود. پایان زندگی و مرگ. جیم ران به عنوان مربی و استادی چیره دست در زمینه رشد شخصی شناخته می شود، به طوری که در طول حیاتش بیش از 5 میلیون نفر در سراسر دنیا در سمینارهای او شرکت کرده بودند و میلیون‌ها نفر نیز آموزه‌های او را از طریق کتاب‌ها و محصولات صوتی و تصویری جیم ران مطالعه کردند و همچنان مطالعه می‌کنند. جیم ران به علت تسلب بافت‌های ریوی در 14 آذر ماه 1388 درگذشت و همکنون در آرامگاه فارست لاون در گلندیل لس آنجلس کالیفرنیا مدفون است. پس از مرگش هزاران نفر سوگواری کردند و زندگی گرانمایه و پربار او را ارج نهادند. در وبسایتی که اختصاصاً به منظور تکریم از جیم ران ایجاد شده بود، ویدئوهای تکریم از او تنها در نخستین روزها بیش از 100,000 بار دیده شدند. نظراتی که در این سایت گذاشته شدند نشان از تأثیر ژرفی است که جیم ران بر زندگی افراد بیشماری در سراسر دنیا داشته است. برخی از این نظرات بدین ترتیب هستند: من می‌دانم که تنها کسی نیستم که امروز یک دوست، آموزگار و مربی را از دست دادم. جیم ران بر زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا تأثیر مثبت داشته است. جیم ران همواره سخنران مورد علاقه من بود. او قادر بود با دل و جان آدمی چنان ساده سخن گوید تا شخصی مثل من هم بفهمد. میراث جیم ران همواره در دل و جان و زبان دوستدارانش باقی خواهند ماند. او کسی بود که با فروش کار خود را آغاز کرد و موفق شد و پس از موفقیت فلسفه ها و تجربه هایش را با دیگران در میان گذاشت. او از معدود افرادی بود که آموزه ها و فلسفه هایش را خود به تمامی زندگی کرده است. از این روز که روح کلام جیم ران به جان شنوندگان و خوانندگان می نشیند. ای جیمز ران 26 شهریور 1309 و 14 آذر 1388. پدر و پدر بزرگی دوست داشتنی، دوست و الهام بخش بسیاری از افراد. این رو روی سنگ مزارش در کالیفرنیا نوشتم. اما من در انتهای این کتاب پیوست گفتگو با جیم ران رو برای شما میخونم که خودش فکر میکنم یک فصل از این کتاب هستش، چون که بالای 20 ورق هستش. مصاحبه کننده مایک لیتمن 3 اکتبر 2001 میلادی. مایک لیتمن: شخصی که امشب با وی به گفتگو می نشینیم در 38 سال گذشته بر افراد بزرگی نظیر مارک ویکتور هانسن و آنتونی رابینز که خود اینها دانشجویان سطح بالایی در زمینه رشد شخصی
تربیت کردن تاثیر گذاشته است. او مؤلف چندین کتاب چاپی، صوتی و درس‌هایی درباره موفقیت، زندگی کردن توانایی‌های بالقوه و واقعیت بخشیدن به رویاهاست. امشب با جیمران استثنایی به گفتگو می‌نشینیم. امشب سر و ته چگونگی زندگی موفق در کار و خانواده را مرور می‌کنیم. چطور شد؟ چرا او مربی میلیون‌ها نفر در دنیاست؟ جیمران، این گوی و این میدان. به برنامه من خوش آمدید. جیمران: سلام، ممنونم مایک. خوشحالم که مرا دعوت کردی. گزارشگر: بسیار عالی. من مطمئن هستم که خودم و دیگرانی که در 57 دقیقه باقی مانده همراه ما هستند مشتاق خردی هستیم که تو درباره مفهوم موفقیت و اصول دستیابی به آن برای ما خواهی گفت. دوست دارم با تعریف این واژه آغاز کنیم. موفقیت برای جیمران چه معنایی دارد؟ جیم: به نظر من نهایت موفقیت همانطور که همیشه در سمینارهایم آموزش می‌دهم خوب زندگی کردن است. بخش‌هایی از آن درآمد، استقلال مالی، اهداف به دست آمده، رویاهای تحقق یافته، خانواده، فرزندان، نوه‌ها، دوستان خوب و ثمربخشی هستند. موفقیت دامنه گسترده‌ای دارد. واژه موفقیت همه اینها را در بر می‌گیرد. موفقیت به کار، ثروت، فیش حقوقی و حساب بانکی شما خلاصه نمی‌شود، بلکه همه چیز است. تمام دستاوردهای شما در طول زندگی و روند بهترین تلاشتان به منظور کشیدن نقشه راهی برای بهتر زیستن موفقیت نام دارد. میم لام یعنی گزارشگر. پس درباره نقشه راه، جاه طلبی، اهداف و برنامه ریزی صحبت می‌کنیم. در نوشته های شما مطلبی با این مضمون وجود دارد. موفقیت تعقیب شدنی نیست، بلکه جذب شدنی. منظور از این عبارت چیست؟ جیم: کاملا درست است. من این مطلب را در سن 25 سالگی، زمانی که مربیم ارل شوف را پیدا کردم، از وی آموختم. او به من آموزش داد که موفقیت چیزی است که با نحوه بودن خود آن را جذب می‌کنی. باید مهارت‌هایت را پرورش دهی. او درباره رشد شخصی گفت خوب ارتباط برقرار کن. یاد بگیر چگونه از واژگان برای ارتباط استفاده کنی. او درباره مدیریت زمان هم صحبت می‌کرد، اما اساساً بر رشد شخصی، منش، شخصیت، خلق و خوی و خوشنامی تاکید می‌کرد. سپس پرورش مهارت‌های فروش، مهارت‌های عضوگیری و جذب افراد جدید، مهارت‌های مدیریت، مهارت‌های راهبری و چگونگی کار کردن با افراد گوناگون. وی به من آموخت که باید روی خودم تمرکز و کار کنم، نه بر روی کارم. او میگفت اگر روی خودت کار کنی میتوانی ثروتمند شوی. حقیقت این عبارت مدت‌ها برای من مسجل شد. جمله وی این بود: موفقیت مانند یک شغل بهتر نیست که به دنبال آن بروی. هرچند داشتن شغلی بهتر خواسته هر کس میتواند باشد. کافی است از خود بپرسید آیا من شایستگی 2 یا 3 برابر شدن درآمدم را دارم یا نه؟ اگر صادقانه به خود پاسخ دهید نه، به راستی نه. بعد از خود بپرسید چه کسی را میتوانم پیدا کنم؟ کجا بروم که بتوانم درآمدم را چند برابر کنم؟ آنگاه باید بگویید اکنون گمان نکنم بتوانم کسی را پیدا کنم. باید ببینم بخت با من یار خواهد بود یا نه. اما اگر فوراً روی خود، منش، شخصیت، زبان و مهارت‌هایتان کار کنید، فرایند جذب شغل خوب، انسان‌های خوب، آغاز و تجارتی پرسود برای کسب استقلال مالی و ثروت ایجاد می‌شود. گزارشگر: ما درباره تغییر چارچوب ذهنی، تغییر تفکر و هماهنگی با جهان هستی صحبت می‌کنیم. با چنین روی کردی درباره تغییر زبان که یادآور شدی توضیح بیشتری بده. جیم: زبان می‌تواند بجا و مناسب باشد. شما می‌توانید با زبانی بی‌ملاحظه در خانه یا جامعه صحبت کنید.
اما اگر بخواهید گامی رو به رشد بردارید، باید زبان مناسب را بیاموزید. در شرکت باید به زبان شرکت، در فروش باید به زبان فروش و در بازار باید به زبان بازار صحبت کنید، وگرنه بهای سنگینی پرداخت خواهید کرد. فردی را در نظر بگیرید که همواره تمایل به گفتن داستانها و حرفهای رکیک و ناسزا دارد. شاید این حرفها و داستانها در جمع دوستان یا عشرتکده‌ها ایرادی نداشته باشند، ولی زمانی که می‌خواهید وارد دنیای تجارت و پول شوید و به موفقیت دست یابید، حقوقتان را افزایش دهید و سطح خود را بالا ببرید، باید مراقب زبان خود باشید. بنابراین زبان یکی از مهمترین مسائل است. البته موضوع به همینجا ختم نمی شود. شما باید زبان موفقیت، زبان رفتار محترمانه با مردم، زبان ترغیب دیگران و زبان تصحیح اشتباهات در زمان نیاز را نیز بیاموزید. درست مانند رفتار با فرزندان. زبان درها را به روی ثروت، کمک کردن، زندگی بهتر، ازدواج موفق و دوستی‌های پایدار باز می‌کند. گام آغازین، تفکر، منش و سپس مهمترین بخش زبان مورد استفاده ماست. گزارشگر: بسیار خوب. چیزی که شما با مردم سراسر دنیا در میان می‌گذارید درباره تغییرات درونی و پیرو آن نتایج بیرونی است. اما بسیاری می‌کوشند بدون تغییر درونی نتایج بیرونی را تغییر دهند. می‌توانید درباره این مسئله بیشتر صحبت کنید؟ جیم: آری، مسئله مهم و اساسی تغییر فلسفه است. اشتباه و قضاوت می‌تواند هزینه زیادی را در بازار کار، خانه و خانواده به شما تحمیل کند. قضاوت اشتباه می‌تواند ما را از پای درآورد و زندگی ما را به پایین‌ترین حد تنزل دهد. باید بیاموزیم که اشتباهات خود را تصحیح کنیم. چه این اشتباهات در فلسفه و دیدگاه ما باشد، چه در هر چیز دیگری. روزی مربیم از من پرسید چرا ناراحتی؟ بیش حقوقم را به او نشان دادم و گفتم شرکت بیش از این حقوق نمی‌دهد. وی گفت این واقعیت ندارد. با چنین فلسفه‌ای هرگز رشد نخواهی کرد. گفتم قبول ندارم. این پیش حقوقی من است و شرکت بیش از این حقوق نمی‌دهد. او گفت این گونه نیست. شرکت به تو این اندازه حقوق داده است. تا به حال به این مسئله این گونه نگاه نکرده بودم. او گفت آیا در شرکت به کسی چند برابر تو حقوق پرداخت نمی شود؟ گفتم چرا؟ گفت پس شرکت فقط این اندازه حقوق نمی دهد، بلکه فقط به تو این اندازه حقوق پرداخت می کند. راه چند برابر شدن حقوق شما این نیست که به رئیستان بگویید من پول بیشتر می خواهم، بلکه باید به خودتان بگویید باید فلسفه‌ام را تصحیح کنم. نباید شرایط زندگی را سرزنش کنم. نباید اداره مالیات را سرزنش کنم. نباید غرغر کنم که خیلی دور است. خیلی گرم است. خیلی سرد است. تنها باید خودم را پیدا و جمع جور کنم. اینجاست که تازه همه چیز آغاز می شود. تصحیح قضاوت‌های اشتباه و فلسفه نادرست خودتان. گزارشگر: شما راجع به فلسفه صحبت کردید. آیا این مسئله مانند اتو کشیدن قصد و نیت است؟ اکنون که شما راجع به واژه فلسفه صحبت می‌کنید، شنوندگان و بینندگان می‌خواهند در این رابطه به یک تمرین واقعی برسند. مثلا برای فردی که دچار یک نواختی یا شکست شده است، فرایند تصحیح فلسفه چگونه کمک می‌کند؟ جیم: باید با کارهای آسان آغاز کنید. از هر که می‌خواهید بپرسید. فلسفه شما در کاری که همکنون برای رسیدن به استقلال مالی انجام می‌دهید چیست؟ اغلب پاسخ می‌دهند اصلا راجع به آن فکر نکردم. مگر اینکه فلسفه پیشبرنده مالی داشته باشید تا راهنمایی برای تصحیح خطاهایتان باشد و باعث پذیرش انضباطی نو و تحول شود. اینجاست که استقلال مالی دیگر یک دغدغه نیست. از خود بپرسید فلسفه من راجع به سلامتی چیست؟ آیا از آنهایی هستی که سرسری از این موضوع عبور می‌کنی و تا جایی ادامه می‌دهی که کار از کار بگذرد، سپس به فکر تصحیح می‌افتی؟ پاسخ نه هست. تو باید با خودت رو راست باشی و تلاش کنی تا فلسفه مناسب را بیاموزی. از خودتان بپرسید
میزان کلسترول خون من چقدر است؟ فلسفه یک آدم متوسط این است: نمیدانم و اهمیتی هم به این موضوع نمیدهم. اگر مشکلی پیش آمد، آن وقت آن را حل میکنم. اما وقتی که مشکلی پیش میآید معمولا خیلی دیر است. آن وقت مالتان از بین می رود، زمانتان هدر می شود و حتی ممکن است به بهای زندگیتان تمام شود. اما اگر کسی کمکتان کند قضاوت‌های اشتباهتان را اصلاح کنید یا اینکه شما را در اصلاح فلسفه مالیتان، فلسفه معنویتان، فلسفه ارتباط مؤثر یاری نماید، اینجاست که تحول آغاز می شود. ما به جهتی می رویم که با آن مواجه می شویم و با جهتی مواجه می شویم که به آن فکر می کنیم. چیزهایی هستند که ما عمیقاً به آن فکر می کنیم. ارزش‌های ما چیست؟ چی خوب هست؟ چه چیزی خیلی جالب نیست؟ راه بهتر کدام است؟ بهترین راه چیست؟ اگر تفکر سازنده‌ای برای این مسئله نداشته باشیم، معمولاً راه آسان‌تر را انتخاب می کنیم. راه آسان ما را سرگردان می کند و سرگردانی ما را ظرف 1 تا 5 سال به ناکجا آباد می رساند. گزارشگر: بنابراین راجع به افزایش خودآگاهی صحبت می کنیم. ما درباره فلسفه صحبت می کنیم. می خواهم بحث را به مفهوم برنامه ریزی ببرم. اما پیش از آن جیم، بیا به موضوعی بپردازیم که چندین دهه است درباره آن صحبت می کنیم. تو به افراد حق انتخاب و اختیار می دهی و می گویی شما می توانید بخشی از برنامه دیگران باشید یا برنامه خودتان را در زندگی دنبال کنید. درباره این صحبت می کنیم؟ جیم: درست است. بعضی افراد انگار از زندگی استعفا دادند و می‌گذارند افراد دیگر بهره‌وری، تجارت و کار را ایجاد کنند. اینطور به نظر می‌رسد که برایشان راحت‌تر است ساعت بزنند و مسئولیت را به دیگران واگذار کنند. سپس به خانه می‌روند و تلاش می‌کنند از آن حداکثر استفاده را ببرند. اما من فکر می‌کنم خوب است شروع به تفکر و تعمق بکنیم که چطور می‌توانم افسار زندگیم را به دست بگیرم؟ یا اینکه آیا شایسته جایگاه بهتری هستم؟ یا اینکه بتوانم تجارت خودم را راه بیاندازم؟ یا اینکه تجارت جدیدی را آغاز کنم و ثمربخشی شخصی خود را بهبود ببخشم؟ اگر عقب بنشینیم و مسئولیت را قبول نکنیم، ما بخشی از برنامه دیگران خواهیم شد و نمیتوانیم برنامه‌های خودمان را پیش ببریم. اگر برای خودتان برنامه‌ای ندارید تا این خلأ را پر کنید، احتمالاً بخشی از برنامه دیگران خواهید شد. گزارشگر: جیم، اما اگر حتی ندانی برنامه و طرح چیست، چه می شود؟ برای کسی که در حال حاضر سر کاری است و از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار می کند، چه اتفاقی می افتد؟ آنها نمیدانند در چه موردی شور و شوق دارند و نمیدانند به کجا بروند و از کجا باید شروع کنند. جیم: شما مجبور نیستید از مواردی که در آنها شور و اشتیاق داری شروع کنید. شما فراخور نیازهایتان عمل می کنید. دوست من، بیلی به من گفت که وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شد، از شیکاگو به کنتاکی نقل مکان کرد و نخستین کاری که پیدا کرد سرایدار شب بود. یکی از او پرسید: چطور توانستی خودت راضی کنی سرایداری کنی؟ و او در جواب گفت: سوء تغذیه. پس نخستین شور و اشتیاق ما بقا و زنده ماندن است تا به طریقی از عهده این کار برآییم. سپس از آن جایی که هستید شروع به ساختن آن چیزی کنید که می توانید به آن دست پیدا کنید، حتی اگر ناخوشایند باشد. شما مجبور نیستید عاشق کاری باشید که انجام می دهید، اما عاشق و قدردان فرصت و شانس شروع این فرایند باشید. چون مجبور نیستید در جایی که از آن شروع کردید تا همیشه بمانید. شما می توانید سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد جای دیگری باشید. فقط شروع کنید. قبل از هر چیز اشتباهات را اصلاح کنید. فقط چیزی را پیدا کنید. هر چیزی. مهم نیست چه باشد. کشور ما فوق‌العاده است. نردبان موفقیت برای هر کسی مهیاست. تا زمانی که به شما اجازه می‌دهند روی نردبان موفقیت باشید، چه اهمیتی دارد که مجبور هستید از پایین راه خود را به بالا بسازید؟ بنابراین اگر مطالعه کنید، رشد کنید، بیاموزید، در کلاس‌های مختلف شرکت کنید، کتاب‌های متعدد بخوانید،
شبکاری کنید و روی برخی از جاه طلبی هایتان سرمایه گذاری کنید، به شما قول می دهم تغییرات چشمگیر خواهند بود. این مورد برای من در 25 سالگی اتفاق افتاد. در سن 25 سالگی و در دوره زمانی 6 ساله از یک آدم مفلس به یک میلیونر تبدیل شدیم. بدیهی است که این صحبت‌ها را عمل کرده ای. مسیر را ساخته ای. من از اصطلاح بازسازی مجدد ذهن استفاده می کنم. سوال من این است: تغییر افکار و منش شما. این موضوع برای من شخصی است. جیم، این گفته های تو حتی تا امروز مرا به شدت تحت تاثیر قرار داده است. انضباط به جای افسوس. لطفاً درباره اهمیت این گفته صحبت کن. راجع به این موضوع که چگونه یک زندگی با انضباط داشته باشیم و این انضباط را تا رسیدن به خواسته هایمان حفظ کنیم. این سوال مجری بود. جیم: درست است. ما از یکی از این دو حالت درد خواهیم کشید. درد انضباط یا درد افسوس. شما مجبور هستید انضباط را به جای افسوس انتخاب کنید. چرا که درد ناشی از انضباط چند گرم است ولی درد افسوس چند تن است. مجری: دوباره بگو. جیم: درد ناشی از انضباط چند گرم است ولی درد افسوس چند تن است. دلیلش این است که درد افسوس انباشت 1، 2 یا چند سال سهلنگاری شماست، هنگامی که شما راه ساده تر انضباط را پیش نمیگیرید. مثل این است که یکی از دندانهایتان کم خورده است و دندانپزشک میگوید اگر الان آن را درست کنید تنها $300 هزینه میبرد، اما اگر آن را به حال خودش رها کنی در آینده $3000 هزینه خواهد داشت. بنابراین درد $300 و برای مدت کوتاهی نشستن روی صندلی دندانپزشک و درمان آن آسان‌تر خواهد بود، اما اگر به حال خودش رها کنید درست نیست. شما می‌دانید که دندانپزشک میگوید این کم‌خوردگی به خودی خود بهتر نخواهد شد و باید برای بهبودی آن کاری بکنید. نمی‌شود دست روی دست بگذارید و امیدوار باشید که مشکل خودش حل بشود. این کار کمکی به شما نخواهد کرد. هر چیزی که می‌بینید نیاز به اصلاح دارد، نسبت به تغییر آن اقدام کنید. اگر رژیم غذایی مناسب ندارید، بهتر است به طور جدی فکری برای تغییر آن بکنید. اگر کودکتان رژیم غذایی مناسب ندارند، باید به خود تشر بزنید. من باید توجه بیشتری به بچه‌هایم و رژیم غذایی آنها داشته باشم. در 25 سالگی یاد گرفتم تغذیه روی رفتار، یادگیری، عملکرد، سرزندگی و نشاط تاثیر می‌گذارد. تغذیه روی قدرت تصمیم گیری تاثیر می‌گذارد. تغذیه مناسب عمر را طولانی می‌کند. مادرم درباره تغذیه مناسب مطالعه می‌کرد و به کار می‌بست. زمانی که تنها یک بچه بودم درباره‌اش با من صحبت می‌کرد. همینطور پدرم که 93 سال عمر کرد. دکتر به من گفت که مادرم با توجه و به کار بستن هنر تغذیه مناسب حداقل 20 سال به طول عمر خود افزوده بود. فواید نگاه و توجه به تعدادی انضباط ساده بسیار شگرف است. مثلا مادرم به من میگوید هر روز یک سیب بخور و من بگویم نه، من هر روز یک سیب نخواهم خورد، ول کن بابا، و فکر کنم که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. شما باید پیش خودتان بگویید این شخص ابله است. مهم نیست چه چیزی باشد. مجبور نیستید از همان اول گام‌های بزرگی بردارید. برای افزایش چشمگیر عزت نفس خود کافی است که کارهای کوچکی در این زمینه انجام دهید. چه این کارها می‌تواند در جهت بهبود سلامت شما، ازدواج شما یا تجارت و شغل شما باشد. شما می‌توانید اولین سیب فلسفه جدید روزی یک سیب را همراه با سایر کارهایی که تصمیم به انجام آن دارید بخورید. می‌توانید بگویید که از این روزها دیگر بهبود نخواهم یافت. انرژیم را جمع می‌کنم، با تمام سرزندگی و نشاط یک گاز بزرگ از اولین سیبم خواهم زد. شما مجبور نیستید به یک باره در همه چیز تغییر انقلابی ایجاد کنید. فقط شروع کنید. اما اگر اولین سیبی که می‌خورید بخشی از برنامه‌ای برای سلامتی به شما باشد، به شما می‌گویم که در پایان نخستین روز عزت نفس شما شروع به رشد می‌کند. به خودتان بگویید من به خودم قول می‌دهم که دیگر اینطور نخواهم بود. این نیازی به یک انقلاب ندارد. مجبور نیستید کارهای خارق‌العاده و درخشانی برای عزت نفستان انجام دهید
تا سطح خود را بالا ببرید. تنها متعهد به هر انضباط آسان شوید. بعد انضباطی دیگر و دیگر. مجموعه کوچکی از این انضباط‌های ساده این ایده را به شما می‌دهد که شما در تمامی بخش‌های زندگی خود از جمله مالی، معنوی و اجتماعی دچار تحول خواهید شد. پس از 1 سال شما تقریباً از شخصی متوسط که در گذشته بوده اید غیر قابل شناسایی خواهید بود. تمامی اینها قابلیت تغییر دارند، اما یک شبه این تغییر اتفاق نمی‌افتد. این تغییر با تغییر و تحول در تفکر و فلسفه شما رخ خواهد داد. انضباط جدیدی را انتخاب و به سرعت آن را عملی کنید. با توجه به اینکه این مصاحبه خیلی طولانی هستش ولی خیلی زیبا بود، دوست داشتم که همه رو برای شما بخونم، ولی متاسفانه فرصت به من این اجازه رو نمیده. امیدوارم که تا همین قدر که تونستم برای شما بخونم از این کتاب لذت برده باشید و اگر دوست داشتید تهیه کنید و این کتاب رو تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.